سلام دوستان، به آموزش این جلسه هیبا پیانو خیلی خوش اومدین. تو این جلسه قصد دارم قطعه زیبای جان مریم از کتاب 80 به اضافه 5 رو بهتون آموزش بدم. خوشحالم که همراه هم هستین. خب دوستان، این قطعه میزان نما 6-8 هستش، یعنی باید شما هر چنگ رو برابر با 1 ضرب در نظر بگیرید و هر سیاه رو برابر با 2 ضرب. هر جا هم که سیاه نقطه دار دیدین 3 ضرب و سفید نقطه دارها رو هم 6 ضرب در نظر بگیرید. فقط باید دقت داشته باشین که هر دو تا دستمون رو کلید صلح نوشته شده. خب بریم میزان اول. من اول دست راستش رو براتون میزنم. میزان اول دست راست 2 ضرب سکوت سیاه داریم و بعد انگشت یکمون روی نوت لا توی اکتاو 4 قرار میگیره. خب شمارش میکنم 1 2 لا سی دو ره. ببینید اینجا برای این که ما نوت ره رو بزنیم خود قطعه گفته باید ره با انگشت شماره یکمون اجرا بشه، نواخته بشه. باید انگشت یکمون از زیر انگشت 2 و 3 مون رد بشه. پس 3 بار دیگه میزنم براتون. 1 2 لا سی دو ره. میزان دوم می لا می دو. ببینید شمارش من به این صورته که نوتای چنگ رو که اسم خود نوت رو میخونم و برابر با 1 ضربه. برای نوتای سیاه ضرب اول اسم نوت رو میخونم و ضرب دوم عدد 2 رو میگم. یا مثلا برای 3 ضربیا میام نوت اولین ضرب اسم نوت رو میگم، بعد ضرب دوم و سوم عدد 2 و عدد 3 رو میگم. پس به این صورت من شمارش میکنم، شما به اشتباه نیافتین. خب بریم مثلا میزان اول من یه بار دیگه بزنم. 1 2 لا سی دو ره می لا می دو می لا می دو. حالا انگشت سم روی نوت می قرار میگیره. می فا ره می دو دو. انگشت سه رو نوت ره قرار میگیره. ره می دو ره سی دو. انگشت سم رو نوت 2 قرار میگیره. دو ره سی دو لا دو. انگشت 4 رو نوت 2. دو سی لا سی سل دو لا دو سه. دو دو سه دو سی لا سی سل دو لا دو سه 4 5 6 و میرسیم به دولا خط تکرار. برمیگردیم از میزان اول، قطعه رو تکرار میکنیم. اما دست چپ های این قطعه نگاه کنید، از میزان دوممون دست چپ ها شروع میکنن و همراهی کردن دست راست. چیزی که میبینید اینه که ما اگر بخوایم تو حالت طبیعی دستمون رو بذاریم روی کلاویه های پیانومون، گفته انگشت 5 باید روی نوت لا باشه. تو حالت طبیعی این لا دقیقا همون لاییه که تو اکتاو 4 هست، ولی اگه توجه کرده باشین ما زیر 5 خط حامل توی دست چپمون علامت اکتاو رو داریم که وقتی زیر در واقع 5 خط حامل دست چپمون قرار میگیره بعد بیایم 1 اکتاو پایین‌تر، یعنی بمترش رو اجرا کنیم. پس میشه لا دو می. من دست چپ این قطعه رو براتون اجرا نمی کنم به خاطر اینکه دست چپاش سری آرپژای میشه گفتش چند نوع آرپژ داره که همونا تو کل قطعه‌مون میاد تکرار میشه. من الان فقط براتون میذارم که چیا داره. یکی لا دو میه، یکی لا ره فاه، بعد میاد اینجا فا لا دو و سل سی ره. همینا تو کل قطعه‌مون تکرار میشه. حالا میریم صفحات بعدی، بعضی جا آکورد این آرپژ رو داریم که بهش میرسیم و بهتون توضیح میدم. قطعه‌مون رو 2 دستیش کنیم. 1 2 لا سی دو ره
یا لا دو سه چهار پنج شیش و برمیگردیم مجدد قطعه رو از اول تکرار میکنیم. خب بریم صفحه دوم. دست چپ مجدد همون چیزایی که تو صفحه قبل داشتیم، فقط آرپژ لا دو می توی 2 تا از میزانامون شده آکورد لا دو می. این رو داشته باشیم. بریم دست راستش رو بزنیم. دوباره انگشت 1 روی نوت لا، لای اکتاو 4مون شروع میکنیم. خیلی آروم براتون میزنم. لا دو دو می سل فا می دو سه چهار پنج شیش. ببینین لا دو می یعنی از انگشت 1 تا انگشت 2مون یه نوت اینجا ما خالی داریم، میریم انگشت، یعنی انگشت 2مون دیگه روی سی قرار نمیگیره، روی نوت 2 قرار میگیره. برای انگشت 3 هم همین اتفاق میفته، میره روی می قرار میگیره. و بریم خط بعدی هم دوباره تکرار همین 2 تا میزانه. لا دو دو می سل فا می دو سه چهار پنج شیش. خب خط سوم گفته انگشت شماره 4 روی نوت 2، اما روی نوت چه اکتاوی؟ تو حالت طبیعی باید روی اکتاو 5 باشه، ولی خب ما علامت اکتاو رو بالای 5 خط حامل تو کلید سل داریم تو دست راستمون، پس باید 1 اکتاو پایین تر اجرا بشه. میریم روی 2 اکتاو 6. خب دو سی لا سی سل دو لا دو سه دو دو سه. دوباره تکرار. دو سی لا سی سل دو لا دو سه چهار پنج شیش. خب بریم 2 دستیش کنیم. لا دو دو می سل فا می دو سه چهار پنج شیش. لا دو دو می سل فا می دو سه چهار پنج شیش. دو سی لا سی سل دو لا دو سه دو دو سه دو سی لا سی سل دو لا دو سه چهار پنج شیش. میریم سراغ صفحه سوم. مجددا علامت اکتاو رو بالای کلید سل دست راستمون داریم، یعنی لایی که باید اکتاو 4 اجرا بشه در واقع میره تو اکتاو 5. پس انگشت 5مون روی لا توی اکتاو 5 میذارم و شروع میکنم. لا دو سل فا می دو لا دو سل فا می دو. خب انگشت 3 روی می قرار میگیره. می فا ره می دو دو. انگشت 3 روی نوت ره. ره می دو ره سی دو. انگشت 3 روی نوت 2 دو ره سی دو لا دو. انگشت 4 رو نوت 2 دو سی لا سی سل دو لا دو سه دو دو سه دو سی لا سی سل دو لا دو سه چهار پنج شیش. خب بریم 2 دستیش کنیم. لا دو سل فا می دو لا دو سل فا می دو می فا ره می دو ره می دو ره سی دو ره سی دو لا دو سی لا سی سل دو لا دو سه دو دو سه دو سی لا سی سل دو لا دو سه چهار پنج شیش. میرسیم به صفحه آخر. خب اینجا دیگه هیچ خبری از اینکه علامت اکتاو توی دست راستمون داشته باشیم نیست. بریم میزان اولش 2 ضرب سکوت سیاه داریم. می که میزان انگشت دومون یه اکتاو 5مون هستش. 1 2 می 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 سل دو سل فا می دو. 1 2 می 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 می
چه اتفاقی افتاد؟ ما داشتیم میزدیم 1 2 از میزان اول خط 2 میزنم دوباره 1 2 ره 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 آروم میزنم فا می ره دو. انگشت 3 مون از رو نوت ره رد میشه، از روی انگشت 1 مون رد میشه. دو سی دو 1 2 لا سی دو ره می دو دو سی لا دو 1 2 می سل دو سل فا می دو 1 2 لا سل لا سل فا می دو 1 2 ره فا می ره دو سی دو 1 2 لا سی دو ره می دو دو سی لا دو. خب بریم قطعمون رو 2 دستیش کنیم. 1 2 می سل دو سل فا می دو 1 2 می سل فا می دو 1 2 ره فا می ره دو سی دو 1 2 لا سی دو ره می دو دو سی لا دو 1 2 می سل دو سل فا می دو 1 2 لا سل لا سل فا می دو 1 2 ره فا می ره دو سی دو 1 2 لا سی دو ره می دو دو سی لا دو. خب پایین این میزان نوشته DS آلفینه. این یعنی چی؟ یعنی برگردید برید صفحه دومتون توی خط سوم یه علامتی میبینید که به شکل S هستش، دو تا نقطه داره و یه خط هم از روش رد شده. به اون علامت میگن علامت سینو. باید برگردید به این میزان، مجدد قطعه رو تکرارش کنید و ادامهش بدین تا صفحه بعدیش جایی که نوشته فینه که آخر میزان تو خط آخر نوشته فینه و تا اونجا ادامه بدین. اونجا انتهای قطعه‌مون هستش و در واقع این قطعه اینجا کامل میشه و میتونین از اجرای خودتون لذت ببرین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.